و من شر حاسد اذا حسد. این آخرین چیزیه که خداوند در سوره فلق میفرمایند و از شر هر حسودی آنگاه که حسد میورزد. یعنی کسی که حسوده و مطابق با حسدش برخورد میکنه. میتونید به من بگید که از تمام مخلوقات خداوند کدوم مخلوق از همه حسودتره؟ کدوم مخلوق از همه و همه حسودتره؟ حسودترین مخلوق، کسی که به خاطر حسدش بدترین دشمن ما شد. انه لکم عدو مبین، ابلیس، شیطان. سوره بعدی برای این اومده که ما را از شر کسی که از همه و همه حسودتره در امان نگه داره. سوره ناس. من شر الوسواس الخناس. اون کسی نیست جز شیطان، خود شیطان. حتی بین انسانها وقتی یکی در درونش حسد داره، چه کسی باعث میشه بر اساس حسدش بخواد به شما بدی برسونه؟ شیطان. چه کسی میاد و انسان رو وسوسه میکنه که حسود باشه؟ شیطان. پس در واقع حفاظت و نگهبانی از وسوسه های بیرونی جسم و قلبمون در سوره فلق بحث شده و در همین راستا حفاظت و نگهبانی از وسوسه های درونی شیطان که به قلبمون بستگی داره در سوره ناس اومده. شیطان خارجی بدن ما در سوره فلق و شیطان درونی ما در سوره ناس. جور دیگه که میشه به قضیه نگاه کرد اینه که شیطانی که در سوره فلق از اون بحث میشه در کنترل ما نیست. مثلا کسی که به خاطر حسودیش به شما ضربه میزنه یا سحری که ساحر درست میکنه و امثال اون، که در واقع خارج از کنترل شماست. و برای همین منظور از خداوند درخواست حمایت و محافظت در برابر اون رو میکنیم. قل اعوذ برب الفلق. ولی اگر به سوره ناس توجه کنید، خداوند در مورد کسانی صحبت میکنند که وسوستون میکنند. انگاری با شما در گوشی حرف میزنن، فقط به شما پیشنهاد میدن، مستقیما کاری انجام نمیدند. چه مطابق با اون وسوسه عمل کنید یا نه، شما نمیتونید کسی رو که فقط شما رو وسوسه کرده و پیشنهاد داده مسئول کارهاتون بدونید، در حالی که مسئولیت در سوره فلق بر دوش گناهکارانه که یا به خاطر حسودیشون یا جادوگری و امثال اون کارها کاری انجام میدند. ولی در سوره ناس مسئولیت کارها برگردن چه کسی میافته؟ خودمون. به عبارت دیگه از دیدگاه علما رابطه بین این دو سوره اینطوری بیان شده. در سوره فلق اون شر یا بدی دنیامون رو مورد هدف قرار میده، ولی در وسوسه شیطان چه چیزی رو مورد هدف قرار میده؟ دینمون رو، آخرتمون رو، ایمانمون رو مورد هدف قرار میده. حالا دنیا رو مقایسه کنیم در مقابل دین و آخرت ابدی، کدوم مهمتره و باید بیشتر ازش محافظت کنیم؟ پس ما حفاظت خداوند رو بسیار بیشتر در سوره ناس درخواست میکنیم و در مقابل تنها یک بار در سوره فلق خدا رو مورد خطاب قرار میدیم. قل اعوذ برب الفلق. یک بار اومده رب الفلق. حالا در سوره ناس نگاه کنید چند بار حفاظت خدا رو در برابر دینمون درخواست میکنیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. 3 بار پشت سر هم ما بر حفاظت از دین و ایمانمون تاکید کردیم، چون وقتی شیطان در دین و ایمانمون وسوسه میکنه دچار شک میشیم، دچار تردید میشیم، دچار حسد میشیم. شیطان به تقوا و ایمانمون حمله کرده و همه رو مورد هدف خودش قرار داده. پس در این سوره ما از خداوند حفاظت و حمایت بیشتری میخواییم. و در آخر میشه گفت که این دو سوره مکمل هم هستند و ما را در دین و دنیا مورد حفاظت قرار میدند و به همین خاطر به این دو سوره میگند، چی میگن به این دو سوره؟ معوذتین. یعنی 2 سوره‌ای که ما در اون به الله پناه میبریم.